سلام، تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم که موقع تعویض صفحه کلوچ چه چیزایی رو باید چک کنیم که مجبور نشیم دوباره بازش کنیم و هزینه‌مون چند برابر بشه. اگه از اکسپلور ویدیو منو میبینی خوشحال میشم که دوست بیشتری داشته باشم، پس این ویدیو رو ارسال کن برای دوستات. بعد چه دیسکو بررسی میکنی که سطحش خیلی صیقل نباشه، اینجا هم خورده نشده باشه و افتاده باشه تو چاله. صفحه فلزی هم بعضیاشون پشت رو داره و حالت فنری داره که باید درست جا بزنی. دیسک کلاج نباید رنده باشه و صفحه کلاج از نوع خشک داخل روغن چربشون کن. این واشر هم باید حتما سالم باشه و تعویضش کن اگه خراب بود. این پیچر هم به حالت ضبطری و زیگزاگی ببند. این واشر هم آتسایدش رو به خودت باشه. واشر قیفی روغن هم حتما تعویضش کن اگه مشکل داشت. در نهایت این بولبرینگ هم چک کن که سالم باشه. مورد آخر وقتی بولبرینگ رو میذاری سر جاش باید هم سطح 6 پیچه باشه، وگرنه اهرم کلاج جلوتر وامیسته. واشر کهنه هم بنداز دور و با نو جایگزین کن.